طرف راهنما میزنه از تو کوچه میخواد بیاد بیرون، خانومم هست. من روانشناس بالینی هم، خانومم روانپزشک. ما تقریبا 1/4 قرن تجربه داریم با آدم ها. سوال ما همیشه این بوده، یعنی من و خانومم دائما روی این مدل کار میکردیم که چرا یه سری از آدم ها صرف نظر از شرایط زندگیشون اینا خوشنودن، همیشه سرحالن و با نشاطن. یه عده از آدما با اینکه خوب رشد کرده، بقیه دنیا داره واسش کف میزنه ولی اصلا خوب نیست و طول عمر خوبی هم نداره. کشور ما الان به دلیل شرایطی که حاکم هست، خیلی از ما فکر میکنیم اگر در فضای دیگر، در جغرافیای دیگر، در کشور دیگر، در فضای سیاسی دیگری زندگی میکردیم خوشنود بودیم، بهزیستی داشتیم، رضایتمندی از زندگی داشتیم، سلامتمون هم بهتر بود. برای همینم هست که مهاجرت میکنن به هر قیمت که شده. ما این شانس رو داشتیم تو کانادا زندگی بکنیم، تو استرالیا زندگی بکنیم و هنوز میکنیم و توی ایران هم زاده بشیم و هم زندگی بکنیم و مردم رو ببینیم. واقعا اگر محیط و عوامل بیرونی در بهزیستی، در خوشنودی، در طول عمر ما و سلامت مؤثره، باید مهاجرین ایرانی که به امریکا، استرالیا، کانادا میرن، الان دیگه اون فضا دیگه نیست، دیگه یک فضای آزاد دموکرات، باید خیلی خوشنود باشن. اگر محیط قرار است که خوشنودی بده به ما، نباید در امریکا با اون جمعیتی که داره 250 میلیون پروزک در روز مردم آمریکا بخورن که تو رخت خواب بلندشن برن سر کارشون. پروزک داروی ضد افسردگی پرمصرف 20 میلیون آمریکایی‌ها در روز میخورن. خب اگه محیط قرار است سالم بکنه ما رو، بهزیستی به ما بده، شادمانی بده، خیلی آمریکایی‌ها باید هپی باشن. از این طرف که ثروتمندترین کشور دنیا کمترین مالیات رو میدن. یافته‌های پژوهش ما میگه که به طور کلی صرف نظر از اینکه در چه شرایطی، در چه محیطی زندگی میکنید، تفاوت عمده وجود داره بین خوشحالان، خرسندان و ناخوشحالان و ناشادان در هر جامعه‌ای، از جامعه سوسیال دموکرات سوئد بگیر تا جامعه ایران یا افغانستان. آدم‌های شاد رفتارهای مثبت دارن تو زندگیشون، مهم نیست کجا زندگی میکنن. آدم‌های شاد در واقع زندگیشون 3 تا ضلع داره. اگر برگردیم در واقع 3 تا ضلع داره. یکیش فعالیت‌های مثبتی که انجام میدهن، عمل مهربانانه بدون چشم داشته. آدم‌های خوشحال به طور کلی موهبت به جهان میبخشن. آدم‌های قربانی فقط واسطن که از جهان بگیرن، یه نفر بیاره به ما بده. انسان‌های ناشاد فقط خودشون رو فقط خودشون رو، هوای خودشون رو دارن، اصلا نودوستی واسهشون مهم نیست که دیگری چه میکنه. چرا جامعه ایران الان ناشادتر از 20 سال پیشه؟ برای اینکه موجود آدمی در ایران زمین خودخواه شده. فقط من، طبقه من، هم هیئتی من، هم دینی من، نوع انسان موسش مهم نیست اصلا. مهربانی کردن بدون در واقع چشم داشت برای موجود آدمی. طرف راهنما میزنه از تو کوچه میخواد بیاد بیرون، خانومم هست. یه دونه از این ماشینا وا نمیسته واسش تو این جامعه اسلامی بسیار بسیار مثلا شرقی که از یک طرف هیروش فردوسی، از یک طرف مولاناست. آقا کلیپ پخش میکنن پشت سر هم، عشق یعنی چی؟ خب یه نفر از هموطنا داره راهنما میزنه میخواد از تو کوچه بیاد بیرون، 30 ثانیه پاتو بذار رو ترمز، بذار یه نفر رد شه. مگه اجازه میدن؟ شما خدا نکنه یه کوچه رو اشتباه رفته باشی، مگه کسی بهت راه میده تو این جامعه؟ اگه بهزیستی میخوایم باید فعالیت مثبت انجام بدیم. لازم نیست شهرتون رو عوض کنید، شغلتون رو عوض کنید، درآمد بیشتر داشته باشید. لازم نیست کشورتون رو عوض کنید و مهاجرت بکنید. لازم فعالیت مثبت انجام بدین. هر جای دنیا باشین آسمون همین رنگه. فعالیت مثبت انجام بدین، افزایش بهزیستی خودتون رو به ارمغان میارید. انجام فعالیت‌های مثبت باعث عواطف مثبت در ما میشه، باعث افکار مثبت در ما میشه، باعث اعمال مثبت میشه و در نهایت باعث میشه نیازهای انسانی خود ما ارضا بشه. آدمی که نیازهای انسانیش خوب ارضا میشه بهزیستی بیشتری داره.